از روی مأخذهای تاریخی این یکی از آن پایستون‌هایی میباشد که در استخوان‌های تاریخ و مدنیت شهر پنجکین واقع در شهرک قدیمی پنجکین سال 1994 بنیاد شده است و تاریخ خیلی قدیمی دارد. از روی نقل خادم علمی این استخوانه نامزد علم‌های تاریخ محترم رحمت اللهیف این استخوانه توانست در مدت خیلی کوتاه برای هم عالمان محققان و هم سیاحان خارجی ده‌ها نامگوی مدرک‌ها، نگاره‌ها و یادگاری‌های تاریخی را از شهرک قدیمی پنجکین معرفی سازد. درباره تاریخ بنیاد این استخوانه مسئول آن خادم کلان علمی و نامزد علم‌های تاریخ اسمت الله رحمت اللهیف با ما چنین اطلاع داد. استخوانه تاریخ و مدنیت پنجکین قدیم اساساً سال 1994 همچون استخوانه دری خود را برای تماشابینان گشود. لیکن برای بنیاد کردن این استخوانه کمک رئیس کمیته همون دوره پنجکین جبار افساتور نهایت کلام باشد، چون که این معماری که در این استخوانه بنیاد شده است و در قسم مرکزی شهر بود و برای ساختن عمارت‌های بلندقوته این عمارت را از آنجا برداشتند و اون اسباب و انجام‌هایی که مثل ستون‌ها، بول‌ها، درش و همیش را ما جمع کرده آورده اینجا از نو برقرار کردیم. او تاکید نمود که توسط این استخوانه ما توانستیم برای محققان، عالمان، سیاحان خارجی و داخلی ده‌ها نامگوی مدرک‌ها، نگاره‌ها و بازیافت‌های شهرک قدیمی پنجکین را پیشنهاد نماییم. پنجکین قدیم که ابیکتی سیاحان داخلی و خارجی هست، ما نه تنها خود شهر پنجکین قدیم و حرفیات او را نشان میدیم، بلکه اون بازیافت‌هایی که ما از آنجا میکنیم باید که به سیاحان مهمانان نشان دهیم. با همین مقصد ما این آثارخانه را بنیاد کردیم و آن اکسپونات هایی که اینجا گذاشته شدن همه اونها از همین پنجکین قدیم بازیافت شدن و برای مهمانان برای از نزدیک شناس شدن و یک تصورات اصلی پیدا کردن به مرز تماشا گذاشته، چون که آنها این چیزها را بینن بعد تصورات میکنن که این شهر در چگونه تاریخ داشته است، در اینجا کیها زندگانی میکردن، کدام هنرها بوده است، چگونه معماری بوده است و برای چی این قطر این پنجکین قدیم شهرت قدیمه در جهان داشت و یک چند اثرهای علمی در این باره نوشتن و اینچنین عالمان جهان در اینجا آمده حرفیات کردند. در خاتمه صحبت اسمت الله رحمت اللهیف تاکید کرد که واقعا تجلیل 5500 سالگی سرزم باستان برای مردم پنجکین افتخاری بزرگ است و من امید میکنم گفت او پس از تجلیل این سنه فرخنده ما باید تا عرفه 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جهت تعمیر و آبادانی ده‌ها یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی دیارمان سهم خویش را گذاریم. گزارش عباس همراه‌زاده، خیام جورایف از آثارخانه تاریخ و مدنیت شهری پنجکین.